off with my bitch, bad bitch, you know she go. یو گایز، حالتون چطوره؟ امروز اومدم یک DNS بسیار خفن و گات معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، یادتون نره که چنل من حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، لایک کامنت حساب فراموش نشه. بریم سراغ این ویدیو. DNS که میخوام امروز بهتون معرفی کنم یکی از بهترین DNS های در حال حاضر کل ایران هستش. DNS الکترو. شما کافیه که بیاید داخل سایت و سرچ کنید DNS الکترو. DNS براتون میاد بالا. دانلود الکترو و DNS دو جفتشون فرق دارن. دانلود الکترو رو بزنید خیلی بهتره. اپش رو دانلود میکنید و از همون اپ که داخل پی سی یا حالا گوشیتون هست میتونید استفاده بکنید. گفتم که دو قسمت داره، یه دونه اندروید و یه دونه ویندوز. برای اندروید شاید براتون سوال باشه چه بازیایی میشه با اندروید کرد. حالا مثلا کلش آف کلنز، برال استارز، دیگه کلش رویال و کال آف و اینو با DNS الکترو اوکیه. و ویندوز هم که من چون معمولا کانتر بازی میکنم، کانتر پینگش رو خیلی میاره پایین. یعنی مثلا روی معمولا با نت عادی که من با وای فای مخابرات هستم روی 500-400 ایناست، ولی با الکترو که وقتی من میام داخل گیم پینگ مثل 60-70 و اینا رو بهم میده و خیلی خوبه، پینگتون رو میاره پایین و جالبه. خلاص میشید از پینگ بالا و دیگه نمیدونم دردسر و اینا. اپشو که دانلود کردید میاد داخل کامپیوترتون و الکترو رو باز میکنید. قسمتی که خیلی مهمه اینه، این علامت کره رو حتما روش بزنید که DNS تون ست بشه. وقتی که ست شد دو قسمت داره، تهران داره و کرج. هر کدوم که فکر میکنید پینگ بهتری میده سلکتش میکنید. الان مثلا تهران سلکتش میکنید و میزنید که بیاد بالا. منتظر میمونید که سرور رو پیدا بکنه. وصل شد. خب با همین میرید داخل گیم و اشغال و لذت تموم شد و رفت. و یه قسمت خیلی مهم یادتون نره، این قسمت برای بستن اپه. ضبطر که میزنید نمیره. خب بخواید کلی برنامه رو ببندید میرید سمت راست کامپیوترتون، اون قسمت پایین میزنید و اگزیتو بزنید، کلا برنامه بنده. و این بود توضیحی که گفتم شاید بدم به دردتون بخوره. و تایمایی هم که برای این DNS به نظر خودم بهتره برای گیم بازی کردن، ساعت 10:30 11 شب به بعده. یعنی مثلا تا ساعت یا از 11 شب تا 11 صبح این بهترین DNSی که من تو خودم توی همون نت خونمون اوکی کردم، توی این بازه زمانی بهترین پینگ رو به من میده. حالا نمیدونم شاید برای بعضیا فرق کنه. همین بود. امیدوارم از این آموزش بهره ببرید و لذت رو ببرید. یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، لایک کامنت و حساب فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگر و ویدیوهای آموزشی دیگر شما رو خدا میسپارم. خدا نگهدار.